سلام. کتاب معجزه شکرگزاری، بخش دوم. سپاسگزاری به صورت یک قانون فراگیر عمل می کند و بر همه شؤونات زندگی شما حاکم است. بر اساس قانون جذب که بر کل انرژی کائنات حاکم است، از تشکیل یک اتم تا حرکت سیارات، افراد فقط مشابه خود را جذب می کنند. علت امر قانون جذب است که سلول‌های هر موجود زنده و همچنین مولکول‌های هر ماده را در کنار یکدیگر نگه داشته است. در زندگی شما این قانون از طریق افکار و احساساتتان عمل می‌کند، چون آنها نیز انرژی هستند. بنابراین هر آنچه را که فکر کنید یا احساس کنید به سمت خود جذب خواهید کرد. اگر با خود فکر کنید شغلم را دوست ندارم، پول کافی ندارم، نمیتوانم شریک زندگی مناسب خود را بیابم، قادر به پرداخت قبض‌هایم نیستم، قطعاً تجربیات بیشتری در همین زمینه‌ها را به خود جذب می‌کنید. اما اگر به داشته‌های خود و آنچه مستحق سپاسگزاری هستید فکر کنید، من عاشق شغلم هستم، خانوادم از من حمایت می کند، بهترین تعطیلات آخر هفته را داشتم، شما صادقانه به دلیل این موارد سپاسگزار باشید، قانون جذب می گوید که باز هم باید فقط از همین موارد را به زندگی خود جذب کنید. هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید به دلیل روشنایی صبح سپاسگزار باشید. به دلیل نیروی حیات و قدرت خودتان سپاسگزار باشید. برای داشتن غذا و لذت بردن از زندگی سپاسگزار باشید. اگر اکنون هیچ دلیلی برای سپاسگزاری مشاهده نمی کنید، ایراد از خودتان است. مهم نیست که هستید، کجا هستید یا شرایط فعلی شما چیست. جادوی سپاسگزاری زندگی شما را به طور کلی زیر و بر خواهد کرد. زمانی که سپاسگزاری صحیح را بشناسید، متوجه خواهید شد که چرا برخی مسائل به اشتباه در زندگی شما روی دادند و علت کمبودهای خود را نیز خواهید شناخت. زمانی که سپاسگزاری به یکی از روش‌های زندگی شما تبدیل شود، هر روز صبح با هیجان بیدار می‌شوید. قدردان زندگی خود خواهید بود و عاشق زندگی. کارهایتان بدون گرفتاری به سهولت و با کمترین تلاش به پیش خواهد رفت. شما به اندازه یک پر احساس سبکی کرده و شادتر از همیشه خواهید بود. هر زمان که با چالش‌های زندگی مواجه شوید، شیوه فائق آمدن بر آنها را آموخته و همواره درس‌های بزرگی از آنها خواهید گرفت. هر روز برایتان سحرآمیزتر و پر از جادوی بیشتر خواهد بود، حتی بیشتر از زمانی که کودک بودید. دانش گنج است، اما تمرین کردن آن کلید صندوق گنج است. آگاهانه فکر کنید و واژه جادویی سپاسگزارم را بر زبان بیاورید. هرچه آگاهانه تر از واژه سپاسگزارم استفاده کنید و دفعات بیشتری از آن استفاده کنید، احساس قدردانی بیشتری در وجودتان شکل می‌گیرد. هرچه احساس قدردانی بیشتری در شما شکل گیرد، وفور نعمت بیشتری را تجربه خواهید کرد. در این کتاب 28 تمرین جادویی به شما معرفی می‌کنم که به طور خاص برای تمرین کسب قدرت جادویی قدردانی طراحی شده است تا شما بتوانید سطح سلامت، پول، شغل و روابط خود را متحول کرده و به کوچکترین خواسته ها تا بزرگترین رویاهای خود دست یابید. همچنین به شما می‌آموزم که چگونه از جادوی قدردانی برای حل مشکلات و تغییر هر موقعیت منفی استفاده کنید. این تمرین‌ها به نوعی طراحی شده است که طی 28 روز کامل می‌شود. بدین ترتیب شما می‌توانید قدردانی را به یک عادت یا سبک جدید زندگی خود تبدیل کنید. در هر تمرین یک راز نهفته است که با کشف آن می توانید دانش خود را از بسیاری از جهات توسعه دهید.
با چگونگی عملکردها در زندگی آشنا شوید و در نهایت می‌آموزید که دستیابی به زندگی دلخواه شما تا چه حد راحت بوده است. 12 تمرین اول جادوی قدردانی را به حرکت وامی دارد. 10 تمرین بعدی قدرت جادویی سپاسگزاری را برای خواسته ها، رویاها و هر آنچه آرزو دارید به کار می‌گیرند. با کمک این 10 تمرین شما می توانید رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید و شاهد تغییر معجزه‌آسای شرایط زندگیتان باشید. 6 تمرین آخر شما را به یک سطح جدید انتقال می دهد که در آن هر سلول و ذهن خود را با یک رویکرد قدردانی آبیاری می کنید. اگر انجام تمرین یک روز را فراموش کردید، قطعاً از شتاب شما برای انجام کارها کاسته خواهد شد. بنابراین جهت اطمینان از عدم کاهش قدرت جادوی قدردانی 3 روز به عقب برگردید و دوباره از همانجا شروع به تمرین کنید. بسیاری از تمرینات جادویی به شما کمک می‌کند تا به رویای خود دست یابید. در واقع آنها برای همین منظور طراحی شده است. به همین دلیل شما باید با قاطعیت بدانید که دقیقاً چه می‌خواهید. اگر خواهان یک شغل بهتر هستید یا همیشه یک شغل رویایی را در ذهن داشته اید، به جزئیات شغل مورد نظر خود فکر کنید. به آنچه برایتان مهم است فکر کنید. برای مثال، نوع کاری که می‌خواهید، چگونگی احساستان از کار کردن در شغل یا سمت جدید، نوع شرکتی که دوست دارید در آن کار و فعالیت کنید، نوع افرادی که دوست دارید با آنها معاشرت کنید، حتی حقوق درخواستی که برای شغل رویایی خود تعیین کردید. هر آنچه که از شغل مورد نظر می‌خواهید را به طور کامل و شفاف بیان کنید و همه جزئیات را مو به مو یادداشت کنید. اگر به دنبال یک شریک زندگی مناسب هستید، جزئیات شخصیت او را ذکر کنید. دقیقاً کسی را شرح دهید که مایلید در آینده شریک زندگی شما باشد. اگر خواهان داشتن یک خانه رویایی هستید، همه جزئیات آن را شرح دهید، از جمله ظاهر، نمای خانه، سپس تک تک اتاقها را شرح دهید. سپس اگر مایل به داشتن سایر تعلقات مادی هستید، از جمله اتومبیل، لباس یا لوازم خانه، آنها را هم نیز شرح دهید. به شما توصیه اکید می کنم که برای تنظیم فهرست رویاهای خود در کل زندگی با دقت کامل عمل کنید و همچنین زمان کافی برای این منظور اختصاص دهید. فراموش نکنید که ذکر همه موارد ضروری است، چه نکات کوچک یا مسائل بزرگ. به خاطر داشته باشید که خواسته های خود را برای زمان حال، ماه جاری یا سال جاری قید کنید. هر زمان که نکات بیشتری به ذهنتان رسید، فوراً آن را در فهرست خود بیفزایید. برای تسهیل تنظیم فهرست مورد نظر، بهتر است از تقسیم بندی آرزوها و خواسته ها به گروه های گوناگون استفاده کنید. سلامت و بدن، شغل و کار، پول، روابط، آرزوهای شخصی، مسائل مادی و سپس هر آنچه مایل هستید به هر گروه اضافه کنید. زمانی که به طور شفاف هر آنچه می‌خواهید را یادداشت کردید، یک دستورالعمل مشخص به شما ارائه می‌شود تا با کمک آن قدرت جادوی سپاسگزاری و قدردانی را برای تغییر در زندگی خود به کار گیرید. پس از آن آماده شروع خارق‌العاده‌ترین ماجراجویی زندگی خود خواهید بود.